يسجدون للذي خلق الموت والحياة سبحانه هو الملك المعطي الحكيم أعطى لنا الهدى وهدانا إلى النجاة. منا السلام ثم على المصطفى وآل وأصحابه الذين هم إلى الحق هم دعاة. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى في شأن حبيبه وصفيه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. چند باشی مست خواب ای هوشیار، وقت کوچ کاروان شد سر برآر. گر جهان را با پدر بودی بقا، کی پسر را اسم ماندی این دیار. چیست دنیا چیست دنیا، خانه ای در ره گذر، کس کند در ره اقامت اختیار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدواریم که پروردگار منان و خالق لایزال این جمع با صفا و پرنور ما را هرچی بیشتر با نور قرآن و اسلام مزین بفرماید و خداوند متعال این جمعه ما را کفاره گناهان گذشته ما بگرداند و سبب ترقی و توفیق هرچی بیش از پیش در اعمال صالحه بگرداند. همونطوری که به خاطر دارید، بحث ما دنباله بحث 2 هفته گذشته هست، نصائح ارزنده و از دل به پا خواسته و توأم با حقایق حاتم اصم شاگرد بزرگوار شقیق بلخی که در 2 هفته گذشته شما اولی و دومین نصیحتش رو شنیدید که اولین درسی که حاتم اصم گرفته بود این بود که هر کس در دنیا با کسی محبت میکرد، اما من دست محبت رو در دستان بلاکیف خدا دادم و از این راه سعادت دنیا و آخرت رو برای خودم رقم زدم. و نصیحت دوم این بود که هر کس در دنیا دنبال هوا و هوس و پیروی از خواهشات نفسانی خیش بود و نتیجه این اتباع از هوا و هوس جز بدبختی و فلاکت و هلاکت دنیا و آخرت نبود. لذا من نفس خودم را کنترل کردم و جز از اوامر خدا هیچ چیزی را نپذیرفتم و به مرحله عمل در نیاوردم. امروز میشنویم سومین نصیحت و سومین پندی که و سومین درسی که حضرت حاتم اصم از بارگاه و از دربار حضرت شقیق بلخی یاد گرفتن و به ما بندگان و به ما مسلمانان آموختن، انشاءالله که ما هم بیاموزیم و به مرحله اجرا در بیاریم. سومین نصیحتش این بود که دیدم هر کس از زمانی که متولد می شود و چشم به دنیا باز می کند و از زرق و برق دنیا و کالاهای دنیا چیزی سرش می شود، دل به دنیا می بندد و اونقدر غرق در مادیت، شهوت پرستی، دنیا پرستی می شود که مجالی برای عبادت و اطاعت و راز و نیاز با خداوند متعال باقی نمی گذارد، در حالی که هدف و انگیزه آفرینش انسان فقط تنها عبادت ذات ذوالجلال الله بوده است. در اون آیه‌ای که می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من انس و جن را، بشریت و اجنه را صرفاً برای عبادت خودم آفریدم، نه برای دنیا. لذا از اونجا بود که هرچه مال دنیا داشتم، حب دنیا را، عشق به دنیا را
در صورت خدمت شما محبت به دنیا را از قلب من بیرون کردم و متوجه شدم که این قلب من محل تجلی انوار الهی است. این قلب اون مکانی است که فقط خدا میتواند در او جای بگیرد و اگر خدا جای گرفت سعادت دنیا و آخرت از آن انسان است و اگر مال و حب مال و حب دنیا در اون جای گرفت قطعا خداوند در اون جایی نخواهد داشت. لذا از اونجا بود که من حب مال را و حب دنیا را کنار زدم. اگرچه شاید دنیا داشتم ولی دنیای خودم را به این آیه قرآن عظیم فکر کردم ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، که الله ذوالجلال میفرماید ای بندگانم اون چه که نزد شماست از اموال و از ثروت‌های هنگفت دنیوی همه تمام شدنی‌اند، همه فانی‌اند، اما اون مالی که در راه رضای خدا صرف بشه و خرج بشه و اون مالی که هدیه به خدا بشه اون برای همیشه باقی میماند. لذا از اینجا بود که همه اموالم را در راه خدا صدقه کردم. هر مال خوبی که به دست می آوردم به خداوند متعال هدیه می کردم. لذا سروران عزیز آیه‌ای که تلاوت کردم این نکته را تأیید می فرماید که متوجه باشید واضرب لهم مثل الحیات الدنیا. الله ذوالجلال مثال میزند زندگی دنیا را، متاع دنیا را، کالای دنیا را، زرق و برق دنیا را، شهوات دنیا را، مادیت پرستی رو مثال میزند کما این انزلناه من السماء، مانند بارانی که از آسمان میاد تمامی زمین را سرسبز میکند، زمین لباس سبز به خودش میپوشاند، بوی عطر و گل و بهار و ترنم بهاری از هر سو و از هر روزنه به درون خانه ها میپیچد. اما ناگهان فصل خزان میاد و تمامی این سرسبزی و تراوت را و ترنم را تبدیل به یک مشت علف زر و تبدیل به خاک و خاکستر میکند. الله ذوالجلال میفرماد عمر این دنیا و ارزش این دنیا فقط اندازه سبزی فصل بهار است که یک لحظه فقط سرسبز و شاداب است، یک لحظه انسان را خوشحال میکند، اما لحظه دیگر چنان انسان را فشار قرار میدهد که سکته مغزی، سکته های قلبی، ایست قلبی و مغزی 99% مال دنیاست، یا چکاش بر میخوره و یا ورشکست میکنه و اون قدر در مادیت غرق میشود که اعصاب و روح و روانش از بین میرود و مجالی برای فکر کردن و آرامش ندارد، آرامش روحی و روانی رو از اون میگیرد. این یک واقعیت سروران عزیز. رسول خدا در حدیثی میفرماید که الا و ان لكل امه فتنه الا و ان فتنه امتی المال. هر امتی فتنه‌ای داشتن، هر امتی در یک فتنه و یک بلایی قرار می گرفتن. الا متوجه باشید که فتنه امت من مال دنیاست، حب دنیاست. در حدیث دیگر می فرماید رسول خدا در مورد حرص انسان و سیر نشدن از انسان، این دنیا یک معضلی است و یک وادی خطرناکی است که اگر انسان قدم در او گذاشت یک روز و 2 روز و 3 روز و 10 روز و 1 سال و 10 سال نمی شناسد، بلکه انسان را تا مرز هلاکت و تا نقطه صفر بدبختی و بیچارگی انسان را می کشاند تا جایی که انسان را به وادی جهنم سقوط بده. لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لادعا وادیین. رسول خدا می فرماید اگر فرزند آدم، اگر به بشریت، به هر یک از انسانیت یک دره و یک شیله به اصطلاح ما از طلا بدن که قابل شمارش نباشه، لادعا وادیین، میگه خدایا این یک دره کمه، یک وادی کمه، ادعای 2 وادی میکند. اگر 2 وادی بهش بدن 4 تا میخواد. ولن یملأ فاه الا التراب. دهان آدمی را غیر از خاک دیگه چیزی نمیتواند پر کند. وقتی که درون قبر گذاشته شد و اولین مشت خاک تو دهانش ریخته شد اونجا میگه حسبی بسه، وگرنه تا آخرین لحظه عمرش دنیا رو میخواد. رسول خدا میفرماید هرچه انسان پیرتر میشود حرص در انسان جوانتر میشود. حب دنیا، جوانه حب به دنیا در قلب انسان رشد و نمو میکند. آدمی پیر چه شد حرص جوان میگردد، آدمی پیر چه شد حرص جوان میگردد. خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. پیرمردا وقت صبحگاهی خواب رو خیلی دوست دارن، بیشتر از جوانان حتی، و هرچه پیرتر بشن مال رو بیشتر دوست دارن. حتی لحظات مرگ، لحظاتی که باید دنیا رو ودا بگن و به ندای رب العالمین بشتابن،
اینجا از کلمه خبری نیست، دنبال مال و گوسفند و منال و فرزندان خودش است. چشم به همین ها بیخته و از اینها بیاد میآورد تا به همین گوسفند و مال و ارض و پول و فلان دنیا را الوداع میگوید. لذا سروران عزیز، دنبال این دنیا رفتن مثال خوبی زدن. دنیا مانند سایه که اگر انسان به اون پشت کرد به دنبال انسان میاد، اما اگر به اون رو کردی هرچی بری سایه از تو جلو میره. آیا کسی سایه خودش رسونده؟ لذا دنیا رو هم نخواهد رسان. صلوات قرآن بفرمایید. دنیا ارزش ندارد. اگر دنیا به کس پاینده بودی، ابوالقاسم محمد زنده بودی. رسول خدا میفرماید اگر دنیا ارزش میداشت، اگر دنیا نزد پروردگار عالم قیمت و بها میداشت، به خدا قسم اگر دنیا نزد رب العالمین به اندازه پر پشه ارزش میداشت، ما سقا منها کافرا شربت ما، به خدا قسم به یک کافر یک قطره آب نمیداد. اما دنیا ارزش نداره، چیز بی ارزش را به کفار میده. رسول خدا رو خواست، الله عزوجل گفت کوههای احد را برات میخوام طلا بکنم. رسول خدا فرمود نه یا الله. چرا؟ چون میخوام یک روز سیر باشم فاشکرک، تو رو شکر کنم، و یک روز گرسنه باشم و به دربار تو التجا بکنم. که اگر انسان مسلمان دو روز سیر بود، روز سوم خدا رو نمیشناسد، از خدا فراموش میکنم. لذا یا الله کاری نکن که من از تو فراموش بکنم، کاری نکن که من از تو فراموش به غفلت بکنم. میخوام یک روز سیر باشم شکر تو، و یک روز گرسنه باشم از تو کمک بخوام، التجا بکنم. واقعیت سروران عزیز، خدا نکنه این شکم بیش از حد سیر بشه. این دلیل است که پیامبر خدا فقر و فاقه را در زندگی خودشون اختیار میکنن. روزی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میاد به خانه رسول خدا، در میزند، اجازه میخواهد. پیامبر خدا بهش اجازه میدهد. وقتی که در رو باز میکند، حضرت عمر رضی الله عنه میبیند رسول خدا بر روی حصیری خوابیده‌اند که به خدا قسم نقش حصیر بر روی کمر رسول معظم اسلام اثر گذاشته بود. حضرت عمر وقتی دید چشمانش به گریه افتاد، گفت فدا که امیر امری یا رسول الله، یا رسول الله، پدر و مادرم فداست. دنیای عربستان، دنیای زمین از نام تو خواب چشمانشون گرفته شده، ولی اون قدر سلاطین قیصر و کسرا بهترین نعمتها رو دارن. اما رهبر بشریت، کسی که دنیا به نامش افتخار میکنه، امروز آثار حصیر بر روی کمرش. این بیماری کجاست؟ چرا خداوند متعال تو را با مال دنیا اعزاز و اکرام نمی کند؟ رسول خدا فرموده ای عمر، آیا دنیا بهتر یا آخرت؟ من از خدا آخرت رو خواستم نه دنیا رو. این سروران از دنیا می آمد ولی دنیا رو نمی خواستن. در زمان خلافت خلیفه دوم مسلمانان، امام العدل و الانصاف، الناطق بالعدل و الصدق و الصواب، شهسوار دین و ایمان در تمامی عرصه‌ها، حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه. مسلمانان آمدن در بغداد امروزی عراق، اینجا رو فتح کردن، مقدار زیادی مال و منال برداشتن. فاتحان و سپاهیان و لشکریان عمر بن خطاب مقداری از مال غنایمی که به دست آورده بودن، لباسهای نرم و نازک بود، اینها رو پوشیدن و فاتحانه وارد مدینه منوره شدن. و ابتدا عادتشون این بود بیامدن پیش فرمانروای کل، فرمانده کل قوا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه. لذا حضرت عمر وقتی که این لباسهای پرزیب و زینت رو مشاهده کرد، حضرت عمر چهرهشو برگردون، حتی جواب سلام اونها رو هم نداد. برگشتن آمدن پیش عبدالله ابن عمر، عبدالله پسر حضرت عمر، که عبدالله ما فاتحانه برگشتیم با غنایم زیاد، به امید آن که امیر المؤمنین پیروزی ما رو به ما تبریک بگه و جلوی ما بلند بشه. اما نه تنها این که بلند نشدن، بلکه جواب سلام ما رو هم نگفتن. حضرت عبدالله فرمود اون عمره، اون سیدنا عمر فاروق است
که میخواد طبق سنت پیامبر و اولین خلیفه مسلمانان حضرت ابوبکر صدیق زندگی بکنه و شما رو هم دوست داره که اونطوری زندگی بکنید. بیاید لباستون عوض بکنید. لباسشون عوض کردن، اون لباس قدیمی خودشان را که پشمینی بود پوشیدن. آمدن حضرت عمر رضی الله عنه بلند شد به استقبالشان، پیشانی یکایک اینها را بوسه داد. صحابه بعد از این جلسه به رایزنی و تبادل نظر پرداختن، جلسه ای رو تشکیل دادن که چه کار بکنیم، امروز دنیا زیاد شده، مال دنیا رو خدا زیاد کرده، چرا ما استفاده نکنیم؟ لذا با هم به مشورت نشستن، گفتن که بریم پیش حضرت علی که پدرزن حضرت عمر هست، خسر حضرت عمر هست که حضرت عمر دامادش است، ام کلثوم دخترش به خانه حضرت عمره، بریم باهاش صحبت بکنیم بلکه حرف اون رو بپذیرد که حضرت عمر این پیراهنی که به خدا قسم 12 پیوند یعنی پینه داشت اون رو از تن در بیاره و لباس شهنشاهی بپوشد. آمدن نزد حضرت علی، حضرت علی فرمود ما انا بفاعل، حضرت عمر کارش درسته، من پیشش نمیرم، اگر میخوان شما برید پیش ازواج مطهرات. حضرت عایشه و حضرت حفصه دختر حضرت عمر، دو تا از زنان پیامبر و همسران رسول خدا آمدن نزد حضرت عمر در زدن. حضرت عایشه لب به سخن گشود، گفت یا امیر المؤمنین آیا اجازه میدی که من چند کلام باهات صحبت دارم؟ گفت بفرما. گفت آیا میدونی که رسول خدا و حضرت ابوبکر صدیق در حال دنیا رو ترک کرده که دنیا هم با اونها بود و اونها هم با دنیا مقدار از دنیا رو داشتن به اون اندازه‌ای که بود؟ فرمود بله. فرمود امروز خداوند متعال اسلام رو عزت و شوکت و عظمت بخشیده و قیصر و کسرا دارد به نام اسلام مینازد و در قبال اسلام سر خضوع و خشوع و کرنش را فرو آورده است و خداوند متعال مال رو زیاد کرده. لذا خواهشی داریم اینه که این پیراهن 12 پینه دار رو از تن در بیار و لباس در مناظر بپوش، غذای خوب بخور، از آشامیدنی خوب استفاده بکن، از نعمتهای خدا استفاده بکن. مورخین می نویسن به خدا قسم اشکال حضرت عمر بر گونه‌اش سرازی شد و گریه کرد، گفت ای عایشه ای مادر مؤمنان، آیا آمدی عمر رو به دنیا دعوت بدی؟ آیا آمدی عمر رو به زندگی دنیا و ارزش‌های دنیا دعوت بدی؟ تو رو به خدا قسم میدم که رسول خدا یا 3 شب متوالی از نان خشک سیر شدن. فرمود الله نه، محمد 3 روز پشت سر همدیگر از نان خشک از نان گندم سیر نشد. آیا رسول خدا غیر از این است که لباسی رو و چادری رو بر تن کردن که نصفش را زیر انداز و نصفش را رو انداز خودشون قرار داده بودن؟ گفتن نه خیر. آیا غیر از اینه که رسول خدا بالشتی از لیف خرما داشتن؟ خیر، همه اینها واقعیت داشت. رسول خدا ساده‌زیست بود. گفت پس شما هم عمر رو به دنیا دعوت ندید، بگذارید عمر هم طبق سنت و روال دو تا یار بزرگوارش حضرت ابوبکر صدیق و رسول خدا زندگی بکند. اقبال همین نصر را می‌فرماید ای تو را فطرت ضمیر پاک داد، از غم دین سینه صد چاک داد، تازه کن آیین صدیق و عمر، چون صبا بر لانه صحرا گذر، تازه صدیقان این امت شوی، بهر دین سرمایه قوت شوی. سروری در دین ما خدمتگریست، عدم فاروقی و فقر حیدریست، آن مسلمانان که میری کردند در شهنشاهی فقیری کردند، فقر رو تواضع رو اینها رو پیشه خودشون کردن. صلوات و قرآن بفرمایید. پیشینیگویی حضرت علی کرم الله وجهه را بشنوید. این تقریبا مشابه پیشینیگویی پیامبر خدا فرمود لیأتین علی الناس زمان، به زودی بر مردم زمانی طاری می شود که از اسلام اسمش، از ایمان رسمش، از قرآن حرفش باقی میماند. دین مسلمانان پول میشه در 1000 و قبلهشون زمانشون می شود و به خاطر قرآن عظیم الشأن رو هم به خاطر دنیا میخوانند. قرآن رو نمیخوانند و اگر قرآن رو هم باز بکنن، قرآن رو هم به خاطر دنیا، به خاطر پول در قرآن پول رو میگردن. مولانا قاضی جلال الدین چه میفرماید؟ دنیا پرست که صفحه 30 پاره وا کند، دنیا پرست اگر صفحه 30 پاره وا کند، اول نظر به صفحه 30 مطلع کند، نگاه میکنه کجا پول بیشتر داره. گر کعبه را حریر نباشد لباس بر، میلش نمیشود که به او اقتدا کند.
اگر کعبه اون پارچه حریر رو نداشته باشه دلش میاد که او اقتدا بکنه. اگر کعبه را حریر نباشد لباس بر، میلش نمی شود که به او اقتدا کند. از بحر حبه‌ای که ز طاق آورد فرود، قرآن حق گرفته و در زیر پا کند. به خاطر اینکه 1000 تومان از تو گاف صندوق در بیاد، قرآن از اون بالا میندازه، تفاوتی براش نداره، فرق نمیکنه. بله، 100 گنج پول دهد در ره، 100 گنج پول به باد دهد در ره هوا، بهر زکات مال جدل با خدا کند. به خاطر ارگ 200,000 تومان میدن، ساز دهل را 100,000 تومان، 200,000 تومان به خاطر 2 ساعت، اما به خاطر زکات مالشون گویا ملک الموت آمد اونها رو گرفت. چه شده؟ این چه شوری است که در دور قمر میبینم؟ چرا امت رسول الله اینقدر پس فطرت شدن؟ نعوذ بالله. باز هم قاضی جلال‌الدین شعر دیگری دارد میفرماید مرا حفظ فرما در این دوره یارب، مرا حفظ فرما در این دوره یارب، که دینار دین و طلا گشته مذهب. خدا قسم همینجوری است، عین واقعیت رو گفته. دین و شرف و ناموس همه شده پول. اگر پول بود همه چیز دارن. آقا میگه امروز اگر پول نباشه خدا هم نیست. نعوذ بالله من ذلک، نعوذ بالله من ذلک. مرا حفظ فرما در این دور یارب، که دینار دین و طلا گشته مذهب. نه یک عالم با عمل مانده باقی، نه یک صاف دل صوفی صاف مشرب. چه عالم چه واعظ چه شیخ المشایخ، پی جمع مالند و تحصیل منصب. رو درواسی نداره، ز عقبا فراموش دارند اخوان، کند هر یکی کار دنیا مرتب. کار دنیا را همه بلدن، نه بانگ اقامت، نه صف جماعت، نه تدریس فقه و نه تأسیس مکتب. قرائت در آن دل کجا جا گیرد، که از شربت حس باشد لبالب. مناز ای سواره، کسی که سوار امروز مناز ای سواره، مرنج ای پیاده، که فردا نه راکب بماند نه مرکب. همه میرند، همه باید دنیا را بگذارند. کو حشمت سلیمان، کو سهولت اسکندر، کو با مقص و قیصر، کو حکم کامرانی، کو خاتم رسولان، سردفتر قبولان، کو ثبت نص قرآن، کو حکم کامرانی. مادر کجا پدر کو، دختر چه شد پسر کو، چندین هزار سر کو، آخر تو آنچنان. هیچ کس با خودش مال دنیا رو نبرده. حضرت علی میگه غری غیری یا دنیا فقط بستت تو سلاس. دنیا منو فریب نده، غیر از من دنبال کسی دیگری بگرد. من تو را ستراغه کردم، دنبال من میگه که چی؟ من تو رو نمیخوام. برادران عزیز، چرا امروز ما اینجوریم؟ صبح که بلند میشیم تا شب به فکر این هستیم بزن و بکوب تا اینکه مقدار پول دست بیاریم. شب ساعت 10 شب هم برمیگردیم خانه خسته و کوفته، نمیتونیم با زن صحبت بکنیم، نمیتونیم با بچه صحبت بکنیم، نمیتونیم با قوم خویش دیدن بکنیم. شب میخوابیم خسته، صبح باید میشیم مجددا میریم سر کار. شدیم مزدور خودمان، میچرخیم دورمان مانند فرفره، اما سالها تمام میشه میبینی که چیزی نیست. خبر دارید که ماه مبارک رمضان دیروز تمام شد، 1 ماه دیگه ماه رمضان برسه. سالها داره مثل باز داره رد میشه. سالها همون سالهاست، اما ما اونقدر در مادیت غرقیم، به فکر جمع مالیم. مال امروز کم نیست بحمدالله، همه مال دارن، همه پول دارن، اما این قنای قلب نیست. خدا قنای قلب بده سروران عزیز. این قلب اگر حریص شد، اگر دنیا رو هم بهش بدی سیر نخواهد شد، اما اگر این قلب قناعت داشت با یک شربت آبی هم سیر خواهد شد. لذا پس بیاییم دعا بکنیم که خداوند متعال غنای قلب بده. همه ضرب و شتم ها، تمامی جنگ‌های روحی روانی و تمامی مشکلات 99% از کانال دنیاست. همه دنبال جمع دنیاین، همه برای اینه که دنیا رو بیشتر جمع بکنن. هزاران بدبختی را با برادر، با پدر، با مادر، با زن و بچه، با خویشاوند همه قطع رابطه کرده. یک وحشی تمام عیار بلا نسبت. به کجا میخوان برسیم؟ به کجا رو میخوان بگیریم؟ آیا غیر از اینه که جمع کردیم ملک الموت بیاد همه رو میگذاره برای ورثه و تو تنها باید بری با یک لای کفن؟ آیا غیر از اینه؟ نه سرور عزیز، برادر بزرگوار، پس بیاییم توشه آخرت رو، و اگر مالی هم داریم، مال دنیا بد نیست. حب دنیا، عشق به دنیا، من آخر مسئله رو باز خواهم کرد، ولی اینو میخوام بگم که دنیا به هیچ کس وفا نکرده، مال دنیا به هیچ کس وفا نکرده. در تواریخ میاد میگه حضرت عیسی علیه السلام یک یهودی ازش طلب کرد، گفت من میخوام باید حرکت بکنم به جایی برم. گفت اشکال نداره، در این سفر من تو رو رفیقم میکنم.
در میان راه 3 قرص نان و 3 عدد نان حضرت عیسی و اون رفیقش گرفتن. صبحانه که رسید 2 عدد نان رو یکی حضرت عیسی و یکی رفیقش خورد، یکی دیگه باقی ماند. راه رو ادامه دادن. اتفاقا حضرت عیسی برای قضای حاجتی رفیقش رو ترک کرد، تشریف بردن. بعد از 10 دقیقه تشریف آورد دید که نان سومی نیست. از رفیقش پرسید که اون عدد نان کجاست؟ گفت نمیدونم. گفت نمیدونی که خورده؟ گفت نمیدونم. گفت اشکال نداره بلند بریم. آمدن در میان راه پیامبر خدا بود. آوی رو گرفتن کباب کردن. از آهو پرسید که تو رب به خدایی که تو را خلق کرد سوال میکنم اون نون رو کی خورد؟ گفت من نبودم، من نمیدانم. آمدن از کنار جوی آب گذاشتن، از جوی آب سوال کرد که این نون رو کی خورد؟ گفت من هم نمیدونم، من اونجا نبودم. آمد اتفاقا سکه طلایی را دید. حضرت عیسی علیه السلام طلا را 3 قسمت کرد. یک قسمت رو داشت به رفیقش، یک قسمت هم خودش برداشت. رفیق گفت سومی را میخواد چیکار بکنی؟ گفت سومی را به کسی میدم که اون تکنان را، اون عدد نان رو خورده است. زرنگی کرد حضرت عیسی. گفت نه من خوردم اون تکنان رو من خوردم. این سومی را هم بده به من. حضرت عیسی میخواد آزمایش بکنه، تمام سکه طلا را پیشش گذاشت. گفت خداحافظ من رفتم. این طلا پیشش بود. ناگهان 2 نفر آمدن به زور گفتن بعد ما هم شریک، وگرنه تو رو میکشیم. بعد هرچی گفت مال من فلان، گفت اصلا این حرفا نیست. تفنگ رو گذاشتم بیخ گلوش، گفت یا قتل مردن یا اینکه شراکت. گفت اشکال نداره شریک. با هم سجا کردن میخواستن. بعد گفتن بابا حالا یک نفر رو بفرستیم دنبال غذا که از شرق غذا بیاره. گفتن اشکال نداره. یک نفر رو فرستادن از زمین 3 نفر. اینی که رفت دنبال غذا این 2 نفر با هم دیگه مشورت کردن. گفتن ما چرا این بالاخره طلا رو به اون نفر سوم بدیم، بیایم بین من و تو نصف. اون آقا آمد به مجردی که آمد اونو بکشه. با هم دیگه مشورت کردن و به این نتیجه رسید به مجرد آمدن اونو بکشه. گفتن اشکال نداره. اون آقا هم رفت طمع اونو هم گرفت. گفت چرا پول را این 2 تا بخورن؟ من آمدم الان غذا و مقدار مسموم میکنم، سم میریزم روش، اونها رو میکشم، طلا رو خودم برمیدارم. این یک مثاله در دنیای امروز واقعیت ها. میاد غذا رو مسموم میکنه، پرسم میکنه، میاره اینجا. به مجردی که میاد یعنی میدونم داخل غذا چی هست. لذا طبق مشورت کرده بودن با تفنگ میان و آقا رو میکشن، اون کسی که غذا آورده بود. بعد هر دوتاشون تون غذا رو میخورن. بعد از 10 دقیقه هر دوتاشون هم میمیرن. بعد از 10 دقیقه حضرت عیسی میاد میگه این حال دنیا. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه‌ای، گفت یا خوابیست یا بادیست یا افسانه‌ای، یا مثال توده برفیست در فصل بهار، هیچ عاقل می نبندد در چنین جاخانه‌ای. باز گفتم حال آن کس گو که دل در وی ببست، حال کسی را بگو که دلش به دنیا بست. گفت یا دیویست یا قولیست یا دیوانه‌ای. وگرنه این دنیایی که به خاطر یک تکنان هر 3 تاشون مردن و این مال برای ورثه ماند. این یک مثال، یک فرض، شاید واقعیت هم داشته باشه، اما امروز همینجوری نیست. آقا به خاطر 1000 تومان، به خاطر 10,000 تومان همدیگر رو میزنن، جنگ طایفه‌ای شروع میشه، چندین نفر کشته میشود و فردا فرزندان فاتحه هم نمیخوانن، سر ارث و میراث با هم دعواشون میشه. برادران عزیز، به خدا قسم دنیا ارزش نداره. دنیا هست، دنیا داشته باشیم اما دل به دنیا ندیم. الله ذوالجلال در آیه خودش این نکته رو تایید می‌فرماید، بگید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. خدایا دنیای نیکو به ما بده. دنیا بده، دنیای نیکو، دنیایی که در راه تو عثمان ذوالنورین دنیا داشت، اما دنیایی که با او خدا رو انسان متوجه خودش بکنه، دنیایی که انسان رو از خدا غافل بکنه، این دنیا مذمومه. به قول مولانا روم، چیست دنیا از دنیا از خدا غافل شدن، نه قماش و نقره و فرزند و زن. و در شعر دیگر میفرماید مولانا روم رحمت الله علیه، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی هلاک کشتی است.
میگه آب تا زمانی که زیر کشتی هست اون نجات کشتیه، مال تا زمانی که دور و بر پیرامون انسان هست اون نجات انسانه، ولی آب در کشتی هلاک کشتی است. آب به درون کشتی که آمد این کشتی رو هلاک میکنه. مال به درون دل آمد، این دلی که محل تجلی انوار خداست، دلی که باید خدا اونجا جای بگیره، اگر مال اینجا آمد انسان رو هلاک میکنه. اقبال لاهوری هم به همین نکته اشاره میفرماید، شعری داره میفرماید: سرگذشت عالم در شرق و غرب، بحر خاکی فتنه های حرب و ضرب، یک عروس و شوهر او ما همه، دنیا یک عروسه ما همه شوهرشیم، یک عروس و شوهر او ما همه، آن فسونگر بی همه هم با همه، اشوه های او همه مکر و فن است، نه از آن تو نه از آن من است، در نسازد با تو این سنگ و حجر، اینها با تو نمی سازند، در نسازد با تو این سنگ و حجر. چرا؟ چون که تو اسباب سفر، او ز اسباب حذر، تو در سفر. اون میخواد بماره، تو میخواد بری. اختلاط خفته و بیدار چیست؟ ثابتی را کار با سیار چیست؟ حق زمین را جز متاع ما نگفت و ما متاع الحیات الدنیا. میفرماید کالای دنیا فقط کالاست، حق زمین را جز متاع ما نگفت. این متاع حق این متاع بی بها مفت است، مفت. من نگویم در گذر از کاخ کوی، من نمیگم اینها رو بگذار، همه رو رها بکن برو تو کوی، نه، من نگویم در گذر از کاخ کوی، دولت توست این جهان رنگ و بوی، دانه دانه گوهر از خاکش بگیر، صید چون شاهین ز افلاکش بگیر، تیشه خود را به کهسارش بزن، نوری از خود گیر و بر نارش بزن. بگیر دنیا رو جمع کن، ولی دل به رنگ و بوی کاخ و کوی مده، دل به رنگ و بوی و کاخ و کو مده، دل حریم اوست جز با او مده، دل حریم خداست، دل مال خداست، محل تجلی انوار خداست. این دل را به غیر از خدا نده، این دل را محبت دنیای زبون رو پس نکن. اما اگر انسان دنیا رو داشته باشه برای رضای خدا اشکال نداره. من آخرین باقی را هم بگم. حضرت مولانا عبدالرحمن جامی که از تربت جان و شماست، یک زمانی برای زیارت مولانا عبیدالله احرار راهی افغانستان شد. افغانستان یک زمانی علما و اولیای خدا رو داشتن. از مرز که رد شد چندین هکتار زمین کشاورزی گندم و جو و کرابه دید. از رفقایش، از مریدانش، از شاگردانش سوال کرد این زمینهای کشاورزی مال کیست؟ جواب دادن مال مولانا عبیدالله احرار. کسی که میخواد این بره پیش اون اولیای خدا. مقداری را که رفت گله گوسفندان رو دید، گفت این گله مال کی است؟ جواب دادن مال مولانا عبیدالله احرار. به گله شتران یا گاوان رسیدن، حالا در ذهنم نیست، مقدار زیادی مال رو در توی راه دید، گفت این گله مال کی است؟ جواب دادن مال مولانا عبیدالله احرار. تعجب کرد خدایا من میخوام برم پیش این ودیع وقت، این نگویی که قارون زمانی همه پول داره، این همه مال داره. بلند نگفت، تو ذهنش فقط تو فکرش این شعر آمد که نمرد است آن که دنیا دوست دارد. آن که دنیا دوست دارد مرد نیست که من برم اینجا به دیدنش، بله خب حالا حرکت کردم میرم. نمرد است آن که دنیا دوست دارد. آمد پیش مولانا عبیدالله احرار، سلام علیک کردن، نشستن. بعد مولانا عبیدالله احرار فرمود که مولانا عبدالرحمن جامی قطعه اول شعر را تو قلبت خواندی، لطفاً قطعه دومش را هم بخوان. گفت مولانا قطعه اول شعر چی بود؟ من شعری نخواندم. شاگرداش من شعری خواندم. گفتن نخیر. گفت نه، شاگردان نشنیدن، خدا شنید. نمرد است آن که دنیا دوست دارد. مولانا گفت بفرما جناب قطعه دومش را شما بخوان. گفت نمرد است آن که دنیا دوست دارد، اگر دارد برای دوست دارد. اگر انسان مالی رو داشته باشه برای رضای خدا داشته باشه، برای جلب رضایت خدا داشته باشه، این مال مهمه. مالی که برای اون صدقه جاریه باشه، برای اون بعد از مرگش هم به دردش بخوره. فقط مال رو برای زن و فرزند جمع کردن به درد انسان نخواهد خود سروران عزیز. لذا بیاییم و مقداری به خود بیاییم، از اون بالا خودمان نگاه بکنیم، از روی قله بریم زندگی خودمان را تحت الشعاع قرار بدیم که ما چی کار داریم میکنیم. از صبح بلند میشیم کارخانه، مغازه، بالاخره کشاورزی فلان، شب در میگرم خانه، باز فردا صبح همین، باز فردا شب. چون دیوانه مثل خودمان دور
خودمان میچرخیم تا اینکه عمرمان تمام میشود، در حالی که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، من انس جن را فقط برای عبادت خلق کردم نه برای دنیا. ولی ما امروز فقط برای دنیا خلق شدیم نه برای آخرت. اونقدر دنیا زندگی ما را به خودش غرق کرده که به ما اجازه 5 وقت نماز، هر نماز 10 دقیقه را هم نمیدن. این چقدر دنیای پستی شده. بیاییم مقداری از عمر ما را، مقداری از وقت ما را در راه خدا و در راه عبادت خدا صرف بکنیم. این عبادتی که پایدار است، این زندگی دینی است که پایدار است. زندگی دنیا به هیچ کس وفا نکرد و بنا خواهد کرد. امیدواریم که رب العالمین به همه ما توفیق عمل کردن عنایت بفرماید. امیدواریم که پروردگار عالم دنیای ما را دنیای حسنه بگرداند. خداوند متعال دنیای ما را در راه خودش به کار بگیرد، مانند سرورانی که برای احیا نمودن مسجد در هفته‌های گذشته کمک کردند که خداوند این دنیا را واقعا دوست داره. که ان شاءالله امیدواریم همه سروران عزیز در امر ترمیم و تعمیر مسجد ما را هم یاری بکنند و ان شاءالله که مسجد ما هرچی بیش از پیش آماد بشه. جزاکم الله خیر. برادری باز مجددا ماشاءالله دستهای منفق زیادند و هر هفته ان شاءالله رضایت خدا را متوجه این جمع حاضر میکنند که امیدواریم رب العالمین از همه ما بپذیرد.